یو رفقا، حالتون چطوره؟ و من احسانم و خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل یوجی گیم استودیو. امروز قراره شایعاتی راجع به Red Dead Redemption 3 رو با هم دیگه مورد بررسی قرار بدیم. بیشتر از این وقت رو تلف نمی‌کنم و بزنید بریم سراغ ویدیو. Red Dead Redemption 3 عنوانیه که احتمالاً ادامه دهنده فصل بعدی از سری موفق و تحسین شده وسترن توسط راکستار گیمز باشه. پس از موفقیت بازی‌های Red Dead Redemption و Red Dead Redemption 2، نسخه سوم میتونه داستان‌ها، شخصیت‌ها و مرزهای جدیدی رو معرفی کنه و بازیکنان رو بیش از پیش در فضای زیبا و واقع‌گرایانه از زندگی در مرزهای آمریکا غرق کنه. اما خب بخوایم محیط بازی و دوره زمانی رو مورد بررسی قرار بدیم. بازی میتونه دوران اوایل قرن 20 از سال 1920 تا سال 1930 رو بررسی کنه، زمانی که غرب وحشی جای خود رو به صنعتی شدن و مدرن‌سازی آمریکا میده. این بازی زمانی میتونه تضاد بین سنت‌های قدیمی کاوبوی و ظهور اتومبیل‌ها، شهرنشینی و فناوری‌های جدید رو نشون بده. از طرف دیگه بازی ممکنه به عنوان یک پیش درآمد روایت شه و به اواخر قرن 19 و دوران اوج و بی‌قانونی و گسترش غرب بپردازه. اما خب بریم سراغ بررسی مکان و نقشه بازی. نقشه بازی بزرگتر و متنوع‌تر میشه. ترکیبی از بیابان‌های پهناور، جنگل‌های انبوه، کوه‌های پوشیده از برف و شهرهای شلوغ. و مناطق جدیدی هم میتونه مثلا اضافه بشه به مپ بازی. مناطقی از طرف مکزیک، کالیفرنیا یا حتی کانادا برای گسترش تنوع جغرافیایی و فرهنگی. شهرها و روستاهایی که با گذشت زمان پیشرفت کردن، تغییر میکنن و نشان دهنده پیشرفت فناوری و تغییرات اجتماعی هستند. بریم سراغ داستان و شخصیت‌های احتمالی بازی. برخی به این باورن که داستان بازی میتونه ادامه زندگی جک مارسون یا سیدی ادلر باشه، یا حتی برخی به این باورن که داستان بازی میتونه برگرده به دوران قبل از آرتور مورگان. خب بریم سراغ ویژگی‌های گیم پلی بازی. خب سیستم تعامل عمیق‌تر ما خواهیم داشت، یعنی ایجاد روابط قوی‌تر با NPC‌ها، جناح‌ها و متحدان. یا حتی مکانیک‌های پیشرفته از سواری، اسب‌هایی با شخصیت، توانایی‌ها و رفتارهای منحصر به فرد. ساخت و ساز پیشرفته، یعنی سیستم‌های پیچیده‌تر برای شکار، بقا و مدیریت منابع کم. اما خب بریم سراغ اتفاقات و رویدادهایی که ما توی بازی باشون سر و کار داریم. یعنی محیطی که همش در حال تغییره، انتخاب‌های بازیکن و تمدن در مقابل طبیعت. خب محیطی که همش در حال تغییره، الگوهای فصلی و آب و هوایی که بر گیم پلی تاثیر میذارن. انتخاب‌های بازیکن، تصمیماتی که دنیای بازی و روابط NPC ها رو در طول زمان تحت تاثیر قرار میده. یا تمدن در مقابل طبیعت، لحظاتی که بازیکنان با پیشروی مدرنیته مثل خطوط راه آهن، کارخانه‌ها و گسترش شهرها روبرو میشن. اما خب بخش چند نفره یا آنلاینش چجوری میشه؟ خب تجربه آنلاین غنی‌تر با مأموریت‌های جدید، سرقت‌ها و شهرهای سفارشی خواهد بود. یک کمپین همکاری ما با دوستانمون، یعنی امکان کاوش داستان به صورت مشترک با دوستان. اما خب تصاویر و صدای بازی. تعهد راکستار به واقع‌گرایی و جزئیات احتمالاً بار دیگر استانداردهای بصری بازی‌های ویدئویی رو ارتقا میده. از انیمیشن‌های پیچیده چهره گرفته تا مناظر خیره کننده جهان باز. Red Dead Redemption 3 میتونه تعریف جدیدی از بازی‌های جهان باز رو ارائه بده. موسیقی متن هم میتونه ترکیبی از ارکستراسیون سنتی وسترن و سبک‌های در حال تکامل قرن 20 باشه که تغییرات فرهنگی آن دوران رو منعکس میکنه. خب بچه‌ها، یه نتیجه گیری هم کنیم از این همه صحبتی که کردیم. Red Dead Redemption 3 پتانسیل رو داره که به عنوان یکی از بازی‌های بزرگ تاریخ شناخته بشه. ادامه دهنده سنت داستان‌سرایی غنی، شخصیت‌های عمیق و جهان‌های نفسگیر این سری میشه.
چه این بازی پیش‌درآمد باشد و چه دنباله میتونه یک سفر احساسی عمیق در پس‌زمینه یک آمریکایی رو در حال تحول ارائه بده. راکستار گیمز بارها توانایی خود را در خلق تجربیات فراموش‌نشدنی ثابت کرده و رزیدنت ردمپشن 3 قطعا میراث آنها را به عنوان استادان داستان‌سرایی تعاملی تصویر می‌کنه. بچه‌ها امیدوارم کلی حال کرده باشید با این ویدیو و اطلاعات خوبی رو بهتون داده باشیم. تا یه ویدیوی دیگه پیس اوت.